سلام سلام لملتی کرد و کرد باور و کرد زاده و کردواریان لسراسر کره خاکی. از مجید سپهریم، یک جا تاریخ نگاره ملتی کرد خراسانه و ویدیو بنا به خاصه حوالی عزیز علی کوری تنظیمه بنای لوی ویدیو جا ملتی کرد و گرمانج خراسان و جا ابتدای هاتنه وان تا الان صحبت بگنه. بنا به نوشته مورخین، افراد ناطق، ابن حقول، ابن اسیر، شرافخان بدریسی و محمد امین زکی بیک کرد جا دوران کوهندا لخراسان هونه، چما که وان تاریخ نگارنا بارها و بارها نسبت لملتی کرد و گرمانج خراسانه لطول تاریخ اشاره کرنه، اما اکثر مورخین لپینج کوچ تاریخی خراسانه که کردان به عنوان مرزار جا غرب ایران هاتنوندا اشاره پر بویه. لکتاب تاریخی برای اولین بار جا کردان و گرمانج خراسانه مارسل بریون فرانسوی لکتاب عظم تیمور جهانگشای اشاره کریه، چما که مسیر لشکرکشی تیمور جهانگشای و شهری درگز و قوچان و گردنه معروف به الله اکبر خاوری دویه که بین 10 تا 11 جاران و به مسیرها لشکر کشاندی تیمور جهانگشای. تیمور جهانگشای خه لکتاب خه جا کرده خبوشانه که قوچان ویلیه یاد کریه که و ملتا دعوت به پارکابی کریه، اما جا طرفی ملتی گرمانج قوچانه دا جواب رد بیسیه. تیمور اخه و خط خلوی کتابا اشاره کریه مثل 3 جاران جا ملتی کرد قوچانه دعوت به پارکابی کرد وانا نه تنها که لجامع دعوت ردان بلکه به هیچ عنوان لگفتمه توجهی نگرن. جا ملتی کرد قوچانه به عنوان مرن تنومند و بجنوبالو و جاوه رنگی آوی و کسک و موه بور و قهوه‌ای یاد کریه تیمور لنگ کتاب خر که تقریبا بیش از 850 سال نشان ده که خب لخراسان کرد هونه. جا دوران باستان جی که مورک اشاره کرد، خب دوره ساسانیان کردونه لخراسان لشهری درگزه آثار ابنیه خهنه به نام بندیان که آتشکده خواهی و آثار ابنیه بی‌نظیر و منحصر. خب و سلسلاجی که کردونه لخراسان زندگی اکرنه، اما 4 کوچه باقی مانده که لدیروک و تاریخی خراسان پریادیه لساله
995 خورشیدی اولین کوچ لدوره شاه عباس صفوی مهاجرت دانه شمال شرقی خراسانه که با جماعت کرد بنا به روایت دیروک نویسان بین 35 تا 45 هزار خانوار یاد گرنه که لشمال شرقی خراسانه گر سرزمینه آفتاب ساکنونه که جد جنوب شهری گالیکش شروع ده و تا شمال شهری سرخس لخراسان رضوی فعلی که و جماعت ملتی کرد تقریبا 11 تا 12 شهران زندگی اکن جگرمه و جاجرمه و آشخانه و برجنورده و شیروان و بوچانه تا کلات نادرشاه و درگزه و بخشی لاینه و چنارانه و اسفراینه و کاشمره و نشابوره و قسمتک جا سبزوار ساکنن و جیان دکن و زندگی اکن که قریب به اتفاق دیروک نویسان جوی ملتا یاد کنن. تقریبا بر اساس برآورده که کرنه بین 2 تا 2.5 میلیون نفر لهرس خراسان شمالی و رضوی و جنوبی زندگی اکن که جوی 2 میلیون خوردک برآورد و پیشبینی کردان وایه که بین 800 تا 900 هزار نفر لشهری مشهد مرکزی خراسان رضوی زندگی اکن که تقریبا جمع وان ملتانا لکل شهر خراسانه تقریبا بین 2 تا 2.5 میلیون نفر تخمین لیخستنه. ملتی کرمانج خراسانه بر اساس روایت تاریخ نگاران منطقه خوی و ماکو و صوفیان ترکیه و حکاری ترکیه و قسمت جا اقلیم کردستانی عراق لدوره شاه عباس اول و شاه سلطان حسین و شاه عباس دوم و نادرشاه افشار مهاجرت دانه منطقه خراسانه که بالغ بر 22 طایفه ملتی کرمانجی که لخراسان زندگی اکن که بر اساس لقب و پسفنده فامیل وانا ملتی کرد توایف به نام ملتی زیدانلو، رشوانلو، بادیانلو، بیچرانلو، صوفیانلو، قرخلو، امارلو، زیندانلو، توپکانلو، صوفیانلو و چندین طایفه دین یاد دوجوی ملتی کرد خراسانه که کل و زمانی کرمانجی گپ دکرن و ملتا جا سال 995 خورشیدی که اولین کوچ توسط شاه عباس گر انجامو بر اساس 2 سیاست شاه عباس مهاجرت دانه وی سرزمینا چما که سرزمین شرق خراسانه که آسیای میانه و دشت قرقوم و دشت اتک و وان شهره که منابرن لدوران قدیم لسمرقند و بخارا و
و شهری مروه که یک شهر باستانی پایتخت دوران قدیم ایرانه که و تمدن که 7000 سال برخورداره زندگی اکنه و منطقه همیشه لطول تاریخ به دلیلی که پتانسیل قوی اقتصادی برخورداری مورد تاخت تازه نشیمنده آسیای میانه قرار گرفتیه که ازبکان و تاتاران و قزاقان و قرقیزان و تاجیکان که بارها و بارها مورد تهاجم قرار گرفتیه و آسیب نه جبران ناپذیر لپیکره اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و منطقه دشت قرقوم و دشت اتک و خراسان وارد کرنه. شاه عباس بزرگ دو سیاست پیشه کرن. خب پایتخت شاه عباس ل آذربایجان قرار خواهو که به زمان تقریبا ملتی کرد قدرت غالب و لونده. شاه عباس که جمع ملتی کرد درس خواهو چما که خب حکومت شاه عباس نوپو جا طرف که جا داخلی ها متزلزلو و جا طرف که جی ترس جا امپراتوری عثمانی ده هاو که خب نگرانو که مورد تهاجم قرار بگیره و آسیب بگه حکومتی بیا. شاه عباس سیاست که زیرکانه پیش کرد ساخرا و قومی کرد که ملت که غیور و جنگجو و نترسو آنی جا منطقه تقریبا بین بر اساس روایت دیروک نویسان بین 25 تا 45 هزار خانواده مهاجرت دای شرق خراسانه. خب مهاجرت ملتی کل شرق خراسانه لوی 4 قرنه که مهاجرت دانه به منطقه آرامش که خاص برقراریه چما که پیشیا کل تهاجمه لشکری متخاصم ازبکان و تاتاران و قزاقان و قرقیزان و تاجیکان گرد و مرز خراسانه برای همیشه امن کرد و یک افتخار ملتی کرد و گرمانج شرق خراسانه و سیاست ها دو دیانه امپراتوری شاه عباس گر و که لبرابر تهاجم امپراتوری عثمانی مذهب شیعه گری یک پارچه کرد چما که امپراتوری عثمانی اهل سنتون. خب ایران به عنوان مرکز شیعه شاه عباس و سیاسته که اندیشه کرو هدایت کرنه رو مذهب و آیین شیعه گریه که به عنوان آیین قزلباش معروفو و آیین قزلباش ابتدا صوفیانه ترکیه حرکت کرد که بعدها آیین شیعه گری رسوخ کرد که کرمانجه الان شرق خراسانه خب هم نژاده وان هم وطنه وان که الان غرب کشور هنه اکثرا اهل سنتن اما روح خراسانه که هاتن چون جزء گارده حساس و جاویدان شاه عباس گرون اکثرا گرایش پیدا کنه و دین شیعه و الان جی کل کرمانجه خراسانه مذهب خی به اصطلاح جعفری و کل شیعه لخراسانه که زندگی یکن.
جا قهرمانه ملی کرد خراسان جمعیره گری که لوندا قد علب کرن لبرابر تجاوزه لشکره متخاصم آسیا و میانه و قفقاز و دشت اتک و قرقوم مقاومت گرن و جخه کارنامه که رند و رفشدانین یک نادرشاه افشار و مری گر شیرمرد اتکو که کل بیننده عزیز زانن که حماسه و رشادته و جنگوی بیشمارن و ایران جا بن سیطره تاخت تازه کل اقوام مهاجم جا هندوستان گرته تا پاکستان و قزاقستان و ازبکستان و بخشک جا روسیه و بین النهرین و امپراتوری و عثمانی و حوزه خلیج فارس. یعنی آرامش که خاص لطول 14 سال حکومت خیر نادرشاه افشار ل ایران با وجود آنین که یک جا قهرمانه کرد شجاع و افتخار آفرین کرده خراسانه و قهرمانه ملتی کرد دن خراسانه که به ترتیب ناودهمه یک سردار عوضخان جلالیه که